گلبدین حکمتیار یکی از سیاستمداران جنجالی افغانستان ادعا دارد که تاجیکستان با افغانستان راه دشمنی را پیش گرفته است، چون به گفتش مخالفان طالبان را در قلمروش پناه می‌دهد. او ضمن سخنرانی در یک مسجد روز جمعه گفت اگر چنین باشد افغانستان هم میتواند مخالفان حکومت تاجیکستان را در قلمروش پناهگاه دهد و از این راه کشور را ناآرام سازد. گلبدین حکمتیار در روز در این باره صحبت کرد که گروه داعش گفت از افغانستان به خاک تاجیکستان 7 موشک پرتاب کرده است. همکارم مومین احمدی که این موضوع را پیگیری کرد حالا در استودیو با ما است. مومین، نظر مقامات طالبان و تاجیکستان در رابطه با حادثه موشک اندازی چی است و کارشناسان چی میگویند؟ بله خیرامان، مقامات تاجیک تنها گفتند که این موشک ها تصادفاً به خاک تاجیکستان افتادند، ولی عین زمان در اظهارات رسمی کمیته دولتی امنیت ملی گفته می شود که نیروهای مرزبانی تاجیکستان به حالت آماده باش پوره جنگی گذرانیده شدند. تاکید به آمادگی جنگی در اظهارات مقامات رسمی تاجیکستان تا حال خیلی کم صدا داده است و کارشناسان بر این نظرند که حالت جدی‌تر از آن است که دیگران می‌اندیشند. طالبان تنها گفتند که حادثه را تحقیق میکنند و هیچ شرح دیگری تاکنون ندادند. اگر یادتان باشد خیرامان، عین چنین حمله یک ماه پیش به خاک ازبکستان نیز صورت گرفته بود و مسئولیت آن را هم داعش برداشت گرفت. با کارشناسان زیادی در رابطه با این موضوع صحبت کردم. برخی از آنها میگویند واقعا خطر داعش در افغانستان بیشتر شده است، ولی برخی دیگر معتقدند که این یک نوع فشار طالبان به کشورهای آسیای مرکزی است. نظر یکی از آنها چنین است. فکر میکنم هیچ اختلاف نظری فکری میان طالبان و داعش خراسان وجود نداره. احتمال این که هر دو گروه منابع تمویل و منابع حمایتشان یکسان باشه شکی هم وجود نخواهد داشت. مومین، تاجیکستان از جمله کشورهایی است که اعلام کرد که در چنین شکل هیچگاه حکومت طالبان را اعتراف نمی‌کند. در یک نواره نماز روز جمعه گذشته گلبدین حکمتیار، یک سیاستمدار جنجال برانگیز افغانستان، گفته است که تاجیکستان به گفته‌اش به جبهه مقاومت پایگاه داده است و طالبان نیز به مخالفان مسلح تاجیکستان به گفته‌اش باید پایگاه دهند. کارشناسان به این چی میگویند؟ خیرامان، قبل از آن که گلبدین حکمتیار چنین صحبت کند چند روز پیش با امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی طالبان صحبت کرده است. کارشناسان تاجیک میگویند حکمتیار به مشورت طالبان هیچ حرف نمیگوید چون او از آنها وابسته است. کارشناسان افغانستانی میگویند که حکمتیار یک فردی یاوه‌گو است و به گفته‌های او نمیتواند دلیل هم نظری او با طالبان باشد. هرچند آنها رد نمیکنند که حکمتیار با جبهه مقاومت که میراثبر احمدشاه مسعود و برهانالدین ربانی، دو نفری که حکمتیار آنها را دشمن سرسخت خود میدانست، به نفرت نگاه میکند. حکمتیار را آنها قومگرا میدانند و از احتمال دور نمیدانند که حرف او را هم قومان پشتویش که اکثریت منصب‌ها را در حکومت طالبان در دست دارند نادیده بگیرند. تشکر. مومین احمدی بود با شرح سخن‌های حکمتیار و موشک اندازی در سرحد افغانستان و تاجیکستان.